اسرائیل در یک دقیقه. فکر تأسیس اسرائیل اواخر قرن 19 و با جنبش صهیونیسم درست شد. تئودور هرتزل رهبر صهیونیست‌ها معتقد بود که تنها راه حل مسئله یهود اینه که اونها یک وطن برای خودشون داشته باشن. و خب بعد از یک کمی بالا پایین کردن و بررسی، فلسطین به عنوان سرزمین وعده داده شده به یهودی‌ها توی تورات به عنوان محل مناسب برای تشکیل کشور اسرائیل انتخاب شد. حالا بعد از جنگ جهانی دوم و هولوکاست، وقتی که 6 میلیون نفر یهودی مردن، فشار جهانی برای تشکیل یک کشور یهودی خیلی زیاد شد. به خاطر همینم سازمان ملل توی سال 1947 اومد طرح تقسیم فلسطین رو تصویب کرد. یعنی تقسیم خونه زندگی و سرزمین عرب‌ها به دو تا بخش، یک کشور یهودی، یک کشور عربی. اما خب طبیعتاً عرب‌ها با این طرح مخالفت کردند. با این حال بن‌گوریون به صورت یک طرفانه توی سال 1948 تأسیس کشور اسرائیل رو اعلام کرد. و خب دقیقاً فرداش بود که 5 تا از کشورهای عربی با همدیگه متحد شدن و به اسرائیل حمله کردن و اینطوری بود که اولین جنگ اعراب و اسرائیل شروع شد. تهش هم عربا به صورت مفتضحانه شکست خوردن، اسرائیل قدرتمند پیروز شد و یه بخش خیلی 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 بزرگتری از اون چیزی که توی طرح سازمان ملل اومده بود رو تصاحب کرد. در نتیجهش هم کلی فلسطینی آواره و کشته شدن. توی دهه‌های بعدم اسرائیل با آمریکا یک سری منافع امنیتی و استراتژیک مشترک پیدا کرد. نهایتاً هم اسرائیل یک کشوری که از دل جنبش صهیونیسم و هولوکاست متولد شده تا همین امروز هم سرنوشتش با جنگ و مناقشه و اشغالگری گره خورده. همین.